سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوبین؟ وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که عالی باشید. ببخشید اینجا یه مقداری به هم ریخته است. ببخشید من یکم به هم ریختم. خب واقعا پیش میاد دیگه، یه روزای آدم واقعا مرتبه، یه روزای آدم واقعا به هم ریخته است. الان من صبح که از خواب بلند شدم انقدر عادت ندارم به اینکه مثلا هر روز بیام دفتر باشم و اینا، و یه مسئولیت خب سختیه بالاخره و اینجا هم هنوز خب کامل نشده. دیدید مثلا رو زمین ما هنوز رو مثلا زمینیم، چیزایی که سفارش دادیم نیومده و هنوز خودمم یه سری چیزا رو انتخاب نکردم، مثلا مثل صندلی مدیریت، میز مدیریت. من هیچ کدوم از اینا رو هنوز انتخاب نکردم و فعلا همین مووین کردنمون، کلا وارد جا شدن بهش میگن مووین. ما مووین که کردیم اینجا، وارد شدیم، خیلی اینجا کثیف بود. بعد دو نفر اومدن زحمت کشیدن اینجا رو تو 6 ساعت واقعا مثل دسته گل کردن. این بوی تمیزی واقعا میاد، ولی خب یه سری چیزا هستش که ما باید مثلا برای تهیه کنیم. مثلا این دیوار اینجا یه سری سوراخ‌های خیلی عجیبی داره که من میخوام بذارید بهتون نشون بدم. بذارید من زوم کنم. مثلا اینجا این سوراخ‌ها رو من باید براش تابلو بگیرم حتما. یا مثلا این سیمه رو که از لوله کولر اومده بیرون رو باید بچینیم. بچه‌ها سخته، اینو جدی میگم. این همه چیز سیریس شده بود، یعنی همه چیز جدی شده بود که واقعا جدی دفتر رو گرفتیم و تمیزش کردیم و الان هم می‌خوایم براش وسیله بگیریم. مثل وسیله گرفتیم و من خیلی سختم بود این تایمی که داشتم همه این کارا رو می‌کردم، با وجود اینکه کمک خانواده‌ام خیلی بود، ولی هم خانواده هم اطرافیان خیلی هم زحمت کشیدن، تو جای مختلف اومدن یه بخشی از کار گرفتن، ولی هنوز که هنوزه من خیلی سختی کشیدم، راستشو بخوام بهتون بگم. و اینطوری به این فکر کردم که کسایی که مهاجرت میکنن، کسایی که ازدواج میکنن، چقدر مراحل سختی رو گذروندن. یعنی جدی خیلی سخته. حالا قطعا کسایی که این ویدیو رو میبینن ازدواج کردن یا مهاجرت کردن یا حتی برای تحصیل از یه شهری رفتن یه شهر دیگه، قطعا اینو درک میکنن که چقدر سخت این پروسه، چقدر پروسه مشکل واقعا. یعنی اینکه تو چه میدونم خونه ای که مثلا بیشتر تایمت مثلا با خانوادت بود، بعد الان اینطوری هستی که اصلا دلت برای خانوادت تنگ میشه. میدونین چی میگم بهتون؟ آره واقعا سخته. الانم که میبینید من اینطوری اومدم جلو دوربین و دارم این پروسه رو، جایی که الان هستیم و خب جای خیلی پرفکتی نیست الان، خدا رو شکر بزرگه، خدا رو شکر میتونیم توش استودیوهای خوب بزنیم، میتونیم توش بک‌گراندهای خیلی قشنگی بزنیم، هم برای یوتیوب هم برای اینستاگرام. ولی من برای چی دارم این ویدیو رو میگیرم براتون؟ برای اینکه شما نگاه بکنید ببینید که واقعا یه سری چیزا از همون اولش خوشگل نیست، از همون اولش راحت نیست، به مرور ساخته میشه. من اگه امروزشو نشون بدم میتونم پس فردا به شما بیام با دکوراشو نشون بدم، مثلا دکوراشو بزنم بگم بچه‌ها این دکور فلان، این مثلا اینو زدیم. ببین چی میگم؟ دوست دارم بهتون وقتی که مثلا صفر رو نشون بدم، وقتی که صدم هست مثلا جفتشو بهتون نشون بدم. واقعا دوست دارم که واقعا در جریان بذارمتون و ایشالله که واقعا بتونیم در کنار همدیگه اینجا رو بزرگترش بکنیم، اینجا رو خفن‌ترش بکنیم. بچه‌ها باورتون میشه من از خواب که بلند شدم هیچی نزدم به صورتم، فقط پریدم بیرون چون دیرم شده بود. یعنی من همیشه ضد آفتاب میزنم، الان تو کیفم ضد آفتاب استیکی دارم، یه دستم به اینه. من الان چند روزه که اصلا به پوستم نمیرسم. تنها کاری که میکنم اینه که از خواب بلند میشم میشورمش. کره کلا محصولات اسکینکر، کورین اسکینکر روتین است بس. بچه‌ها مرسی که این ولاگو دیدین و مرسی که برام همیشه انرژی مثبت میفرستین. امیدوارم که اگر که مثلا مهاجرت کردید یا جابجایی داشتید یا هر چیزی، اگه که یه تجربه‌ای دارید، خیلی خوشحال میشم که تجربیاتتون رو با من شیر بکنید. اگر که شما هم مثلا
این سختی ها رو یادتون مونده. خیلی خوشحال میشم که بیاید بر من تعریف بکنید و با هم دیگه شیر کنیم همونطوری که من با شما شیر کردم. خیلی خوشحال شدم بچه‌ها از این که دیدمتون. امیدوارم که مراقب خودتون باشید. Have a good time. Take care of yourself. Bye bye.